دوستان گرامی، برای شما چیستان‌هایی را پیشنهاد می‌نمایم که جواب آنها را شما باید بجویید. شما تیار شدید؟ بیایید آغاز میکنیم. چیستان یکم: دیدم مرغ آهنین، جان ندارد میپرد، پنجه هایش از ریزین، میخورد آب و بنزین. اکنون به شما یک چند ثانیه وقت داده می شود تا اینکه جواب چیستان را بگویید. شما جواب چیستان را یافتید؟ بله، این هواپیما است. آفرین. اکنون چیستان دوم را گوش کنید. میخی زرین، تگ زمین. جواب چیستان را می جوییم. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این سبزی است. آفرین بچه. چیستان دیگر: زندنی و میگردد، روز و شب رو میفهمد. اکنون باز فکر میکنیم و جواب این چیستان رو مییابیم. جواب چیستان رو یافتید بچه ها؟ این ساعت است. بسیار خوب. آفرین. اکنون بیایید به چیستان دیگر میگذاریم. 30 صندوق، 30 صندوق، همه صندوق در یک صندوق. من باوری دارم که شما جواب این چیستان رو زود میابید. اکنون بیایید برای شما یک چند ثانیه وقت میدیم. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این پیاز است. اکنون بیایید به چیستان دیگر میگذاریم. از اینجا تا حصار میرود قطار قطار. برای یافتن جواب این چیستان ما یک چند ثانیه فکر میکنیم. جواب این چیستان را درست یافتیم. جواب این چیستان قطاره می باشد. دوستان گرامی، اکنون من با شما خیر و خوش میکنم. اگر چیستان های من به شما پسند آمده باشند، از شما من خواهش و التماس میکنم که شما علامت بسیار خوب را پخش نمایید. به همه شما سربلندی و خانه آبادی را تمنا دارم.